خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز قراره یاد بگیریم که چجوری از برنامه موبیزن استفاده کنیم. اول میریم برای نصبش که مایکت میتونی پیدا کنی. مایکت راحت تره، از بازارم بهتره، ولی ماینکرافتش یا بعضی از برنامه ها رو خودش دستکاری میکنه، جاها بازار بهتره. میاد میزنی موبیزن توی بازار، بعد سرچش میکنی. این موبیزن اسکرین رکوردر اصلی ترینش، این LG نوشته، سامسونگ نوشته، اینا خوب نیستن. شما همه موبیزن اصلی رو نصب کنید. بعد میاییم تا تنظیماتش. شما موبیزن رو باز میکنید. خب اینجاها تو بخش تنظیمات اولا واسه گذاشتن لوگو اینجا میاید، تو عکس صورت هست، نمیدونم چی. شما بعد موبیزم اوکی رو میزنیم. حالا من وقتی برای اینکه توی ویدیو هم تو این حالته، شما میاید اینو میزنید، بعد اینجا یه حالت میاد، شما میاید میزنید دومی و از گالریتون انتخاب میکنید. شاید هم عکس بخواید بگیرید، حالا عکس بگیرید. خب حالا من اینجا نمیتونم تنظیمات کنم چون که دارم ویدیو رکورد میکنم. بعد واسه وب کمتون که من الان گذاشتم اینجا خیلی راحته. وب کم میایید اینجا میذارید. شاید یه لحظه وب کم گشت شده، ببخشید. حالا شما میتونید این وب کمتون رو مثلثی شکل بذارید، دایره شکل بذارید، حتی خاموشش کنید. خب ولی حالا اینا به درد نمیخوره. شاید بخواید تایم رکوردینگتون رو کنید، اینو میتونید بذارید. یا از قسمت دراو میبینید بعضی از چیزا دراو میتونه بکنه. من فکر کنم من گشتم اشتراک میخواد، منم اشتراک نمیخرم، اصلا چیز ندارم، نمیخوام پول بدم به این جور برنامه ها، ولی خوبه. بعد اینجا هلپشه، میتونی چیز کنی، پشتیبانیشه. اینم اپلیکیشن نسخش میگه چند. حالا شما میتونید این وب کمتون رو اد کنید از اینجاها، یا لوگوتون رو اد کنید. اینا ببینید خودش هم جدا کرده، اینا بهترینشن، کاربردشون بیشتره. ولی اینو نمیدونم، این ساوند یا همون صدایی که میتونید تنظیم کنیدش، صداتون بیاد یا نه. برای من حالا فعاله. یا این گزینه نمیدونم چی اصلا، گفتم این نمیدونم. خب حالا میتونید این رو اد کنید و اینجا میتونید لنگویج یا همون زبانش رو انتخاب کنید. خب حالا اینا توضیحات کاملش بود. اگه میخواهید بیشتر در مورد این موضوع با هم حرف بزنیم، لطفاً کانال آپارات هم هست، اونو دنبال کنید. اون کم دنبال کننده داره، اسمش از RP Gameplay. شما برید بنویسید تو گوگل اولین ویدیو RP Gameplay، 2 نفر است، اونا مایم، میتونید برید و اد کنید. خیلی آموزش های مفیدی گذاشتم، مثل ماینکرافت و چیزهای دیگه. خب مثل این ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.